با درود حضور شما بینندگان و شنوندگان گرامی. من این بار استان خراسان رو انتخاب کردم، از این رو که خودم اهل خراسان هستم، زاده شهر نیشابور. از این رو استان خراسان رو بهتر از استانهای دیگه ایران میشناسم. دوم این که استان خراسان خیلی بزرگ هست، تقریبا 1/5 وسعت ایران رو داره. و سوم این که تاریخ بسیار کهنی داره. البته با وقت کمی که اینجا برای من در نظر گرفته شده، من خیلی نمیتونم وارد جزئیات بشم و فقط با تصاویری که دارم میتونم ویژگی شهرهای خراسان رو به شما نشون بدم. این نقشه قدیمی ایران رو همه میشناسیم. ولایت بود و ایالت. ایران از چند ایالت تشکیل میشد. بزرگترین اونها استان خراسان بود. خراسان شامل بخشی از پاکستان، تمام افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان و بخش‌های از قزاقستان و قرقیزستان هم مربوط به خراسان میشد. خراسان خودش شامل 4 بخش عمده بود که به طور متناوب مرکز سیاسی و تجاری اونجا بودند که شامل بلخ، هرات، نیشابور و مرو بودش. در زمان هخامنشیان و اشکانیان این ایالت رو پارتاوا می نامدند. علتش هم پارتهای ساکن اون منطقه بود. زمانی من اینجا گفته بودم که ساکنین کنونی ایران بیشتر از کوههای قفقاز به طرف پایین اومدن که مادها در غرب، فارسها در جنوب و پارتها در شرق ایران ساکن شدند. از اون زمانی که ساسانیان قلمرو سیاسی خودشون رو به شمال شرق ایران کشیدن، اونجا رو خراسان نامیدن. خراسان از کلمه خور یک واژه پهلوی است به معنی خورشید و آسان جایگاه اونه. طبعا چون خورشید از اون ور طلوع میکرد و اونجا بود، اون رو خراسان نامیدن. این نقشه ایران رو همه میشناسین، این رو دیدین. خیلی کهن نیست، مربوط به 200 سال گذشته ایران هست. در اوایل دوران قاجار، همونطور که میبینین، تمامی افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان مربوط به ایران بوده و بخشی از پاکستان. همونطور که قبلا گفتم بخشی کوچیکی از قزاقستان و قرقیزستان هم مربوط به ایران بود. از طرف غرب هم کردستان ها یکی بودن، همه جز سرزمین ایران، و آذربایجان، ارمنستان، داغستان و گرجستان هم مربوط به ایران بود. متاسفانه همونطور که زمان اینجا اشاره کردم، ما بیشترین سرزمین های از دست رفته ایران رو در دوران قاجار داریم. در طول تاریخ ایران 3,500,000 کیلومتر مربع سرزمین از دست رفته داریم. علیرغم این، ایران کشور بزرگی است و 17مین کشور بزرگ دنیا محسوب میشه. مرز خشکیش با همسایه ها حدود 6,000 کیلومتر و مرز آبیش 2,500 کیلومتر و در دنیا بیشترین کشورهای همسایه رو داره. اگر از خشکی و آبی حساب کنیم، 19 کشور با ایران همسایه هستند. و اما خراسان تا 11 سال پیش یک بخش بود و از اون به بعد 3 بخش تقسیم شد. در اون زمان
کل خراسان 300,000 کیلومتر مربع بود که معادل 1/5 تقریبا مساحت ایران و 600 کیلومتر با ترکمنستان از شمال و 900 کیلومتر با افغانستان از شرق مرز داشت. بعد از تقسیم که به 3 استان شمالی، جنوبی و رضوی تقسیم شد، البته وقتی شمالی و جنوبی میگیم وسطی هم باید اسمشو مرکزی میذاشتیم و میبینیم که به مراکز مشهد، بجنورد و بیرجند تقسیم شد. اگر ما مساحت استانهای ایران رو یه نگاهی بندازیم میبینیم که کرمان بیشترین مساحت رو در ایران داره، 181,000 کیلومتر مربع و پس از اون سیستان و بلوچستان هست که 180,000 کیلومتر مربع و با وجود تقسیم شدن استانهای خراسان جنوبی و خراسان رضوی سومین و چهارمین استانهای بزرگ ایران هست و در 31 استانی که ایران داره استان خراسان شمالی 15مین استان از لحاظ وسعت و از لحاظ جمعیت هم میبینیم که بعد از استان تهران استان خراسان رضوی بیشترین جمعیت رو داره و استان خراسان شمالی و جنوبی با وجود وسعت خیلی زیادشون کمترین جمعیت ها رو در استانهای ایران داره. و اما استان خراسان رضوی جاشو در ایران اینجا بهتر میبینیم. استان خراسان رضوی همونجور که گفتم حدود 130,000 کیلومتر مربع. دو کشور هلند و اتریش رو که روی هم بذاریم میشه اندازه این استان و 25 شهرستان، 72 شهر داره و بیش از 3,000 روستا. همینجا بد نیست دوباره بگم، یک بارم اینجا گفتم که کل ایران حدود 400 شهرستان داره، 1300 شهر داره و 10,000 آبادی و جمعیت شهرهای خراسان رو من نمیخوام همه رو اسم ببرم، چند تای اولشون مشهده، بیش از 5 میلیون جمعیت داره. البته مشهد یا شاید معتقدن که بیش از 7 میلیون جمعیت، درست میگن، چون همیشه اونجا یه عده مسافر یا برای کار فصلی اونجا هستن که کمم نیستن، بیش از 1.5 میلیونن و همون 7 میلیون رو تشکیل. نیشابور بعد از مشهد بزرگ هست و سبزوار هم نزدیک به اون جمعیتش، تربت حیدریه، قوچان، تربت جام، کاشمر، تایباد و چناران و غیره. و اما میریم شهر مشهد رو یکم با هم نگاه کنیم. مساحتش 560 کیلومتر مربع، از تهران و هامبورگ کوچکتر هستش و تراکم جمعیتش 9,000 نفره. 9,000 نفر نسبتاً زیاد هست. یکم اگه بخوایم تراکم جمعیت رو در دنیا بررسی کنیم، هامبورگ 2300 نفر تراکم جمعیت داره، کل آلمان 230 نفر و تهران 11,000 نفر و در کل ایران میدونیم که 45 نفر تراکم جمعیت داره. بالاترین تراکم جمعیت در دنیا رو یک شهری در چین به نام ماکائو داره که بیش از تقریبا 20,000 نفر تراکم داره و کمترینشون هم گرینلند یا گرونلند ما میگیم با 2 میلیون کیلومتر مربع فقط 57,000 نفر جمعیت داره. ارتفاع مشهد از سطح دریا 1000 متره که یک ارتفاع متوسطی در ایران هست. ما در ایران از 4 متر تا 2000 متر ارتفاع داریم در شهرهامون. بوشهر و رشت جزء کمترین ارتفاع هستند که فقط 4 متر ارتفاع دارن از سطح دریا و در کوهگیلوی بوی رحمت شهرهایی تا 2000 متر ارتفاع دارن. همینجا بد نیست بگم که تهران متوسط ارتفاعش همین 1000 و 1200 متره، در میدان آزادی 1300 متر، در پایین
1000 متر و در بالا 1600 متر ارتفاع داره. میانگین بارش سالانه 240 میلیمتر که تقریبا اندازه میانگین ایرانه که 250 میلیمتر. اینجا تقسیمات شهریش رو میبینیم، به 13 بخش تقسیم شده. تصاویری از مشهد رو با هم نگاه میکنیم. این در زمان شاهرخ درست شد. این آرامگاه امام رضا، شاهرخ پسر تیمور بود. میبینیم که تا همین 100 سال پیش که عکاسی بود سنگ فرش بود و نمای زیادی نداشت، طلایی وجود نداشت. بعدش اینها همه کارهای سالهای اخیر هست. هتل های خیلی بزرگی در مشهد هست، هتل های 4 ستاره و 5 ستاره بزرگ. علتش هم تعداد مسافرینی که به مشهد میرن بیشترین هست در خاورمیانه. تقریبا 25 تا 25 میلیون توریست داره که بیشترشون هم زوار هستن. این هتل ها رو میتونیم مقایسه کنیم با هتل هایی که در دبی و لاس وگاس و جای دیگه دنیا هستن. و اما مجموعه تجاری آفتاب، مجموعه های بزرگ تجاری، اونجا وقتی که 20 میلیون توریست بره نیاز به خرید زیادی هم داره و مراکز تفریحی برای خود مردم مشهد هست. مراکز خرید و تفریحی بزرگ از جمله مجموعه تجاری آفتاب، پرومایت مشهد و آلتون و مجتمع الماس و غیره. این شهر رویایی شاندیز که پدیده بهش میگن و در شاندیز قرار داره، همونی که این مشکلات اخیر رو به وجود آورد. تقریبا 1 میلیون نفر سرمایه گذاری کردن و کسی به پولش نرسید و کار هم نیمه تمام. مجتمع تجاری تفریحی اخلمت هم تقریبا تو مایه است. و اما مراکز خرید بزرگ دیگه ای هستن. اینجا نگاه میکنیم به سال و غیره تا میرسیم به موزه بزرگ خراسان. موزه بسیار بزرگی است. 12 سال پیش شروع به ساختمان کرد. 11 سال طول کشید. پارسال اولین بخش اون شروع به بهره برداری کرد و این موزه در 12 طبقه زیربناست و 18,000 متر مربع وسعت داره. برگرفته شده از 2 بنای تاریخی که در همون مشهد و اطرافش هستش. یکی کلات نادری اون بالا و یکی هم ساختمان هارونیه که میرسیم بهش. و اما یکی از ویژگی های مشهد مجسمه هایی هست که در خیابان ها نصب شده. خیلی بزرگ هستن. اینجا نسبتش رو با ماشین ها میبینیم و تعدادشون هم خیلی زیاد هست. یه نگاهی با هم می‌اندازیم. در حقیقت تمومی ندارن، من فقط 100 تاشون رو اینجا به تصویر کشیدم. می‌بینیم که برای هر ذوق و سلیقه‌ای مجسمه هست. اینها حتی با مکان خودش نوشته شده که در کدام بلوارها قرار دارن. و اما آثار تاریخی مشهد و اطراف اون رو یه بررسی بکنیم. خب مهمترینشون آرامگاه فردوسی هست که در 40 کیلومتری مشهد در طوس قرار داره و این ساختمان کنونیش رو
در سال 1313 ساخته شده که همراه با آیین‌های هزاره فردوسی بود و با کمک هنرمند و معمار بزرگ ایرانی آقای هوشنگ سیحون ساخته شد. این آرامگاه برگرفته از پرسپولیس و مقبره کوروش هستش. آقای هوشنگ سیحون یک آرامگاه دیگه هم در همون مشهد درست کرده برای نادرشاه افشار که این آرامگاه در داخل شهر هستش. و همینجا بد نیست بگم که آقای هوشنگ سیحون آثار بسیار بزرگی در ایران دارن، مقبره خیام، ابو علی سینا و غیره. خیلی معمار بزرگی است و متاسفانه در ایران جایی برای شاهکارهاشون دیگه نبود و عازم فرانسه شدند. بعد هم در ونکوور کانادا ساکن بودند در 22 سال اخیر و همونجا هم پارسال متاسفانه فوت کردند. علتش هم این بود که در یک خانواده بهایی به دنیا آمدند. بله، به هر حال من اینجا برم جلوتر. اینجا چند تا مقبره های بزرگ در مشهد هست. پیر پالاندوز که عارف هستند، تمام اینها عارفان بزرگ زمان صفویه و قبل از اون هستند. خواجه ربیع، گنبد سبز و بنای هارونیه، تمام اینها تا همین سالهای اخیر صوفیان جمع می شدند در همه اینها و مراسم خودشون اجرا می کردن. الان بیشتر به صورت زیارتگاه در اومد. و اما این روستای پاژ در 15 کیلومتری شمال مشهد زادگاه فردوسیه که داره خراب میشه در گوشه پایین دست راست. و اون خانه ملک و حمام قلیبک از ساختمان‌های دوره قاجاریه هستن. ببخشید، یکیشون صفویه و یکی قاجاریه است. و میل اخنگان هم که مربوط میشه به قرن نهم در دوره تیموریان. این سبک معماری تیموریان، این هم نزدیک مشهد هست. و اما گردشگاه‌های خیلی بزرگ و زیادی هست در اطراف مشهد. مثلا پارک کوسندیش فقط یک پارک نیست، باغ وحش هست و مراکز تجاری و تفریحی بزرگ اونجا هستش. ترقبه، شاندیز و بنده گلستان خیلی خوش آب و هوا هستند. و روستای کنگ مشهد جز همون نادر روستاهایی هست که در ایران میبینیم، یکی در کردستان و یکی در شمال ایران و اینجا هم تقریبا شبیه به اون هاست که سقف هر ساختمان تراس اون یکی دیگه است. آبشار یخزده اخلمت و پارک کوهستانی و اینجا اخلمت رو اینجا دوباره هم داریم دست راست پایین، دست چپ پایین. گلمکان و جاغرق و زشک در همون ارتفاعات هستن، برای همون هم آب و هواشون خیلی خوبه. و اما میریم شهر نیشابور. نیشابور 280,000 نفر جمعیت داره، در دامنه کوههای بینالود هست. از مهمترین مراکز فرهنگی و گردشگری و صنعتی و تاریخی به خصوص در شمال شرق ایران. نیشابور در دوره ساسانیان، همون زمان شاپور اول، بزرگ شد، در حقیقت تأسیس شد، از یک روستا به شهر تبدیل شد و محل اقامت یزدگرد دوم هم بود. و بعد در دو دوره طاهریان و سلجوقیان پایتخت ایران بود و در قرن 11 میلادی، یعنی 900 سال پیش، یکی از 10 شهر بزرگ ایران بود پر جمعیت. متاسفانه اونجا ضربات زیادی خورد، یکیش که همون حمله هجوم افغان‌ها به نیشابور بود و که خیلی کشته شدند. تقریبا تمام مردان سر بریده شدند و خانم‌ها و بچه‌ها به اسارت گرفته شدند و تمام کتابخانه‌ها و هرچی آثار تاریخی بود خراب شد. و بعدش هم درگیری‌های بیشتری داشت. یکی از اونها هم با همین احمد خان ابدالی سردار نادر بود که پس از کشته شدن نادر به نیشابور حمله کرد، اونجا هم خرابی به بار آورد. و دوران قاجار هم که خیلی بی‌توجهی شد به نیشابور. چندین بار هم زلزله‌ها
اونجا رو خراب کرد. در حقیقت هرچی آتشکده و کتابخانه و آثار باستانی بود با خودش برد. و اما این کوه بینالود نیشابور هست که تقریبا 140 کیلومتر طول داره. از همون ادامه کوههای البرز هستش، از قوچان شروع میشه و به مشهد ختم میشه. 3400 متر بلندترین ارتفاعش هست. در نیشابور ما بناهای زیادی داریم. یکیش رصدخانه خیام هست برای رصد ستارگان. یغمای نیشابوری یک شاعر همین قرن اخیر بود که یک کارگر ساده بود و چند 10,000 بیت از اون شعر مونده. و اینجا موزه شهر و دبیرستان خیام از دبیرستان‌های بسیار قدیمی ایران هست. و پایین دست راست اون ساختمان که می‌بینیم ساختمانی است از دوره قاجاریه. و اما اینجا من بازار رو اینجا به تصویر گرفتم چون که یک عکسی از زمان قاجار داشتم و می‌خواستم این روند ترمیمش رو اینجا با هم ببینیم. فرهنگ سرای نیشابور هم یکی از ویژگی‌های نیشابوره. در اونجا به جز سخنرانی‌ها و مراسم عادی، جشن‌ها و برنامه‌های موسیقی سنتی و غیره نیز اجرا میشه. جایگاه کنونی 3 شخصیت بزرگ ایران، 2 دانشمند و 1 هنرمند بزرگ ایرانی همکنون در نیشابور هست. محمد غفاری که به کمال الملک میشناسیمش، از هنرمندان عصر قاجار هستند، و عطار که صوفی بسیار بزرگ و مشهوری است. کتاب اسرارنامه‌اش رو همه میشناسیم. 3300 بیت شعر داشت. الهی نامه و تذکرةالاولیا و غیره کتاب‌هاش هستند. و حکیم عمر خیام هم که دیگه نیاز به معرفی نداره. آرامگاه ایشون رو هم آقای هوشنگ سیحون درست کردن. و اما اینجا دست راست بالای یک شهر کهنی از نیشابور می‌بینیم که همونطور که گفتم بارها خراب شد. یکیشون این بود. جماعتخانه دیزباد از ویژگی‌های نیشابور هست که اسماعیلیان اونجا جمع میشن. میدونیم اسماعیلیان همزمان با سامانیان سر برآوردند و با سقوط قلعه علمود که نزدیک قزوین هست به دست مغول‌ها در تمام کشور پراکنده شدند. اسماعیلیان اصولاً گروه از شیعیان هستند که امامت رو به اسماعیل فرزند جعفر صادق ختم میکنن. یکی از بزرگانشون همین ناصر خسرو بود که همکنون نامش رو در تهران هنوز میبریم. گنبد آجوری اونجا دست چپ بالا میبینیم که مال دوره سلجوقی هست. و فضل ابن شازان و قدمگاه هم که بین راه نیشابور و مشهد هست. معتقدند که این رد پای امام رضاست و اونجا رو زیارت میکنن. دهکده چوبین یکی از ویژگی‌های نیشابور هست که همه خونه ها و حتی مسجد از چوب درست شده و این مسجد واقعا منحصر به فرد در دنیا. و ویژگی دیگرش معدن فیروزش هست که تقریبا 80 سال پیش اینجا کشف شد و برداشتش هنوز هم به شیوه های ابتدایی هست و متاسفانه سنگش رو نمیشه ذوب کرد و میبایست که به وسیله کار دستی از سنگ جدا بشه و بعد به این شکل زیبا تزیین میشه. محصولات باقی نیشابور مثل همه جای دیگه ایران، ولی 2 ویژگی هست اینجا. یکی این هندونه‌ای که دست راست می‌بینیم به شکل کدو هست ولی هندونه است. دومین کنگر خیلی اونجا محصول میده. کنگر خواب آوره و میگفتن کنگر بخور و لنگر بناز، به این خاطر بود که چون خواب شدیدی میگیره. و پنبه هم اینجا تخم میداره. پنبه از تخم پنبه در
نیشابور در یک کارخانه روغن نباتی سگل خراسان، اونجا روغن گیاهی میگیرن. ریواز هم از خاص نیشابور و ویژه نیشابور هست. ریواز در همه دنیا هست، حتی در همین هامبورگ که شما به پارک گلها برین، برگ‌های ریواز بیش از 1 متر عرض دارن ولی ساقه‌ای به اون صورت خوردنی ندارن و باید روش کار بشه. اینها در کوههای بینالود خودرو هستند و مردم میرن اونجا دور اینها رو سنگ میچینن و این مجبور میشه خودشو به آفتاب برسونه و هر روز باید برن قبل از آفتاب سنگ بچینن و این هر روز قد میکشه و به این شکل در میاد، ازش خورشتی درست میشه و شربت ریواز. شربت ریواز در تمام ایران سوغات هست، سوغات نیشابور. اما میریم به شهر بزرگ سبزوار. سبزوار در غرب نیشابوره، 26 کیلومتر مربع، وسعتش 230,000 جمعیت داره و یک شهر بسیار قدیمی، سومین شهر پر جمعیت خراسانه و بعد از حمله مغول در همون زمان سلطنت خوارزمشاه اونجا به دلیل دلاوری این مدافعان که این بالا عکسشون می‌بینیم، مدافعان فدایی موسوم به سربداران، برای مدت این شهر به نام سربداران شناخته می‌شد. سبزوار هم به عنوان یکی از مهمترین مراکز تاریخ و علم ایران هستش و در راه ابریشم بودش و در سال 1382 فرودگاه سبزوار افتتاح شد و سال 1389 بین المللی 24 ساعته شد و تا مشهد 220 کیلومتر فاصله داره، تا تهران هم 670 کیلومتر. در اونجا چند بزرگوار هستن، یکیشون ابوالفضل بیهقی هست که به نام حسین بیهقی هم میشناسیمش، مربوط به زمان 400 هجری است. اون در زمان غزنویان در دبیر دیوان محمود غزنوی بود و بعد دیگه پسر محمود که یعنی مسعود غزنوی باشه، حسین بیهقی رو به زندان مینازه و 30 سال در زندان هست و اونجا کتابی رو تهیه میکنه که به نام تاریخ بیهقی، 30 جلد هست و متاسفانه فقط 5 جلدش الان در دسترس هست. یا مصلی سبزوار رو میبینیم، کاروانسرای فرامرزخان از دیدنی‌های سبزوار هست و مجسمه سربداران همونا که گفتم. حکیم حاج ملا هادی سبزواری از بزرگان شیعه که در سبزوار بودن و آرامگاه مولانا حسین کاشفی، ایشون در هرات تحصیل کردند و در نثر فارسی واقعا هنر خاصی داشتند، برای همونم کلیله و دمنه رو به زبان ساده تری به نام انوار سهیلی نوشتند. و این مایه بغرات هم داریم در ایران که مقبرش اینجا دست چپ پایین میبینیم. این اشتباه با اون بغرات 2500 سال پیش که در یونان بود اشتباه نگیرید، ولی به همون مقدار دانشمند بزرگی بوده، حکیم بوده، بیشتر هم در طب سررشته خاصی داشته. میل خسروگرد یا خسروجرد مربوط به قرن ششم مال زمان سلجوقیان، این هنر رو، این نوع آجرکاری رو در زمان سلجوقیان ما زیاد می‌بینیم در ایران. آتشکده آذربرزین مهر در یک روستای ریوند سبزوار هست. 3 تا آتشکده به این شکل بزرگ در ایران باقی ماندن، بقیه ترمیم شده و کوچیک هستن. اصولاً آتشکده‌های ایران همه خراب شدند. ما زمانی که زرتشتیان در ایران آتشکده‌های زیادی در ایران داشتن، با حمله اعراب خیلیاشون خراب شد و یا چون دیگه کسی نرفت و از اونجا بهش رسیدگی نشد، خرابه‌ای بیش از اون نموند. یکیش اینجا دست چپ بالا می‌بینیم، ولی آتشکده‌های هم ترمیم شدن. بیشتر زرتشتیان فرار کردن، از طرف غرب ایران به شرق اومدن. برای همونم در خراسان، البته خراسان قدیم، آتشکده‌های بیشتری هست و بیشتر به طرف هند رفتن. پارسیان که در هند هستن و آتشکده‌هایی که در هند هست، پارسیان مقصودم زرتشتیانی که در هند هستن،
با آتشکده‌هاشون تعدادشون خیلی بیشتر از داخل ایران هست. این آتشکده پایین دست وسط که می‌بینیم آتشکده آدریان تهرانه که از طرف انجمن زرتشتیان تهران پایه‌گذاری شد و در ساخت اون پارسیان هندوستان کمک زیادی کردند. و محصولات باقی و زراعی سبزوار چیزهای خاصی هست. یکیش پسته که واقعا پستهش از پسته رفسنجان قدیمی تر هست و یکی فلفل‌های زیاد، فلفل قرمز محصول زیادی میده اونجا و سومی هم تخم هندونه است. تخم هندونه رو ما میگیم تخم ژاپنی، اصلا اینها از ژاپن نیست، از یک روستایی به نام جاپن هست. جاپن یک روستا در استان مرکزی است و اینها این هندونه رو اینجا فقط برای این مصرف کشت میکنن که با دست تخمه هاشون از توش در میاد. و اما تربت حیدریه، تربت به معنای خاک هست و یعنی خاک حیدر قطب‌الدین حیدر بوده که ایشون هم زمان معاصرین عطار بود و از عارفان بزرگ قرن ششم هستند. یکی از بزرگانی که در تربت حیدریه هستند ابو سعید ابوالخیر هست. ابو سعید ابوالخیر از عارفان بسیار بزرگ هستش و در قرن چهارم شمسی در ردیف ابو علی سینا و حلاج و خیام و مولوی بود. ایشون با ابو علی سینا نشستی داشتن، مردم پرسیدن این کی بود؟ گفتن این کسی بود که هرچی من میگفتم اون میدانست. تربت حیدریه 140 کیلومتر تقریبا با مشهد فاصله داره و 53 کیلومتر مربع، 130,000 جمعیت داره و یکی از ویژگی‌های تربت حیدریه این معدن طلای زرمهرش هستش که اونجا شمش طلای زیادی محصول میده و زعفران که خب خاص اونجا نیست. ما در جنوب خراسان زعفران کاری زیاد داریم. خربزه های خیلی شیرین داره. این خربزه‌ای که میگن به نام خربزه مشهدی هیچ کدوم از مشهد نیست، غالباً از جنوب خراسان هستن تا بیرجن. و گفتم از ویژگی‌هاش این ابریشمش هست. ابریشم خیلی داستان جالبی داره که البته از تربت حیدریه بیش از 80% ابریشم کشور تولید میشه. کرم ابریشم در حقیقت کرم ابریشم ماده 500 تا تخم روی درخت توت میذاره که بعد از 10 روز لارو میشن. لاروها به دور خودشون پیله‌ای میبندن که مردم خب تا زمانی نمیدونستن اینها رو دور میریختن و از زمانی که جاده‌ای به ایران کشیده شد و برای تجارت به طرف شام و عربستان میرفتن، از اونجا که چینی‌ها رد شدن اینها رو به ایرانی‌ها یاد دادن که بندازین توی آب جوش، لاروش کشته میشه و این تبدیل به نخ ابریشم میشه. از هر پیله بین 500 تا 1300 متر میتونیم نخ ابریشم در بیاریم و این نخ خیلی نازکه، مثل موی به اندازه موی انسان نازک هست و بافتش بسیار مشکله. برای همین کارهایی که با ابریشم میشه خیلی کارهای گرانی هست. و میرسیم به قوچان. قوچان در 150 کیلومتری مشهد، ارتفاعش نسبتاً بالاست و با ترکمنستان خیلی فاصله نداره، کمتر از 30 کیلومتر، 100,000 جمعیت داره. شهر خیلی قدیمیه، از زمان اشکانیان این شهر وجود داشته. زلزله های خیلی شدیدی اونجا رو دوبار در همین سالهای اخیر حتی 1311 و 1355 کاملا خراب کرد و رشید خان که اینجا میشناسیم، رشید خان سردار کل قوچان، حاکم حکومت محلی کرمانج بود، 35 سال حاکم بود و مردم اون رو به عنوان یک فرد مردم دوست و خیرخواه میشناسن و ایشون کرمانج بود. کرمانج نام گروهی از کرد هاست که به گویش کرمانجی سخن میگن و در کردستان ترکیه هستند. چرا ما در ایران در این بخش در بوجنورد و قوچان انقدر کرمانج داریم؟ علتش همون جنگ هایی بود که با ترکمنستان میشد و در زمان شاه عباس
تعداد زیادی از اینها رو برای مقابله با ترکمنها در اونجا ساکن کردند و اونجا دیگه موندن و شدن کورمانچ‌های ایرانی. یکی از نمادهایی که در اونجا هست نماد کشتی جوخه است در شهر و علتش اینه که در اطراف شهر مردم به هنوز هم به تماشای کشتی‌های جوخه میرن و براشون خیلی جالب است. میبینیم که خیلی منطقه سرسبزی داره. انگور و عسل از محصولات خاصش هست. عسلش حتی به تمام جهان صادر میشه. دره شمخال از دیدنی‌هاش هست. و اما میرسیم به تربت جام. گفتم تربت یعنی خاک جام یعنی یک شخصی به نام جامی بوده اونجا و الان هم مردم برای زیارت اونجا میرن. ایشون از صوفیان بزرگ بوده و یکی از بزرگان دیگه هم عزیزالله ابن قطب‌الدین هست. اون هم از عرفای قرن نهم هستش. و گفتم در جنوب خراسان خربزه های که ما به عنوان خربزه مشهدی میشناسیم محصول زیادی دارن به علت خاکش هست و خاک خاصی که دارن، گرمای مورد نیاز این خربزه و آبیاری به موقع. و زعفران هم یکی از محصولات بزرگش هست. اونجا صوفیان جمع میشن در تربت جام و اطراف اونجا در قائنات در تا طبس و پایین تر از میرجند و اینا جمع میشن و هنوز هم موسیقی سنتی خودشونو دارن. یک ستار مخصوصی دارن که زن و مرد با هم ستار دست میگیرن و با هم مینوازند. و کاشمر در 200 کیلومتری مشهد 80,000 جمعیت داره. نام قدیمیش ترشیز بوده. ترشیز یعنی شهر نیرومند در کوهستان. کوهستان همون یکی از ویالت‌های قدیم ایران کوهستان بود و علتش هم اون کوههای زیادی که بود کوهستان و بعد کوهستان شد. و کاشمر هم البته به عبارتی همون کشمر یعنی در آغوش مادر و یک کوه سرخی داره که خیلی مشهوره. کوه سرخش محصولات خوبی داره. یکیش همون سیب زمینی کوه سرخ کاشمر هست که خیلی سیب زمینی خوشمزه‌ای هست. انگور و کشمش اونجا خیلی مشهوره. واقعا کارگاه‌هایی هست که کشمش سازی میکنن. کشمش رو به تمام ایران و خارج از کشور میفرستن. تایبات گویششون تقریبا نیشابوری هست. 52,000 جمعیت داره. تا 50 درجه گرم میشه. بادهای 120 روزه سیستان و بلوچستان اونجا رو خیلی اذیت میکنه. خربزه تایبادی واقعا مشهوره و خیلی شیرین و خوبه. میبینیم که میدان هندونه و خربزه دارن. ابوبکر زین الدین تایبادی هم از دانشمندان و عارفان قرن 8 در اونجا بوده. میرسیم به دوباره به چناران نزدیک مشهد. 50 کیلومتری شمال غرب مشهد. 1334 اونجا یک کارخونه اومد. کارخونه قند چناران تأسیس شد و قبل از اون اسمش رادکان، شهر رادکان، همون به نام برج رادکان که یک آرامگاه گفته میشه که مال یک ایلخانی هست. خواجه نصیرالدین طوسی اونجا رو درست کرد. در حقیقت در اونجا ما میتونیم 4 فصل سال رو از طریق نور آفتابی که به داخلش میفته تشخیص بدیم. 35 متر ارتفاع داره، 20 متر قطر داره که 2 تا 3 متر قطر دیواراش هست و 14 متر قطر داخلی میمونه. کارخونه قندش متاسفانه در حال تعطیلی است. پارسال خیلی ضرر کرد. نیاز روزمره‌اش 1000 تن چغندر هست ولی برای 70 روز بیشتر چغندر نداره و علتش هم اینه که خب روستاییان چغندر کاری صرف براشون نمیکنه. همین پارسال 62,000 تومان برای هر تن چغندر دریافت کردن و برای 10 کامیون چغندر که بشه مثلا 20 تن
رقمی معادل 12 میلیون خورده‌ای دریافت کردن و این تمام مخارجشون، بذرشون، رفت آمدشون، تمام اینها و حاصل کار یک خانواده تمام مثلا بمونه براشون 5-6 میلیون تومان برای یک سال. اینه که صرف براشون نمیکنه و با آوردن قند و شکر از خارج کشور متاسفانه کار این کارخانه ها هم کساد هست. اون بالا دست چپ ما میبینیم اون یه دستگاهی میره یک چغندر از توی کامیون در میاره و قندش رو تعیین میکنه و همونجا نسبت به قند چغندر قیمتش رو تعیین میکنه. فریمان هم شهری است در نزدیک مشهد، البته این بار در جنوب مشهد، و اونجا هم کارخانه قندی هست و صنایع پتروشیمی هست و اینجا باید نیست بگم که از 40 کارخانه قند که در ایران هست 10 تاش در خراسان هست. اولین کارخانه قند رو در زمان رضا شاه بلژیکی ها آوردن در کهریزک نصب کردن، همون قریب 1331 هجری. و اما فریمان خودش معناش یعنی با شکوه و جلال بمان، فریمان. گناباد و بجستان اینجا از ویژگی های گناباد میتونم بگم این قنات عمیقش هست که یکی از قدیمی ترین قنات های ایران هست، 2700 سال قدمت داره و واقعا در یونسکو ثبت شد. یختان کوثر هم اونجا آب یخ میزنه، یکی از ویژگی های گناباده. در گز شهر بسیار بزرگ، شهر بسیار سبزیه، محصول عمده‌اش سیب هست. میبینیم این بالا در مرز ترکمنستان قرار داره. سرخس هم در شمال ایران، در شمال شرقی، در اون گوشه ترین نقطه ایران هست که آرامگاه لقمان سرخسی در اونجاست، از عارفان دوره سلجوقیه. متاسفانه دارن خراب میشن این مقبره عارفان بزرگ ایران و چون که سودآور زیاد نیستن. و کاروانسرای با شکوهی اونجاست که همون رباط شرف هست و میبینیم که از 3 بخش تشکیل شده. در زمان قدیم اصولاً مهمانسراها و یا با کاروان میرفتن، برای اون میگیم کاروانسراها. 3 دسته بود، یکی برای اطرافیان پادشاه بود، یکی موبدان بودند و یکی هم ارتشیان. هر کدام در جای خود با اسبشون و اینها میرفتن تو. و اینجا یک منطقه استخراج گاز هستش که منطقه ویژه اقتصادی سرخس هست. بردسکن و خاف هم فقط یک نگاهی می‌اندازیم. اونجا هم برجی هست و برج‌هایی و یکی از ویژگی‌هاش دست چپ بالا می‌بینیم بادگیرهای بادهای جنوب شرقی ایران است. کلات نادری که یک بار در کتابخانه مشهد اسمش بردم، اینجا در 650 کیلومتری شمال شرق مشهد هست که نادرشاه اونجا رو تأسیس کرد، درست کرد برای که خزانه و جواهراتش رو اونجا نگهداری کنه. کلات میبینیم که چقدر زیبا و سبز هست. مهبندان و سرویشه هم خیلی کوههای زیادی داره. این همون کوهستان یا قوهستان که گفتم مال مربوط به همین منطقه میشه. صنایع دستی خراسان از تنوع و کیفیت بسیار بالایی برخوردار هست، من جمله گلیم هایی که دستباف هستند در تمام شهرهای خراسان بافته میشن، به خصوص در خراسان شمالی. در اینها هیچ ماشینی سهیم نیست و همه صرفاً کار دست هستند. و اما قالی هایی که نقش های خیلی زیبا دارند، بخش زیادشون کار دسته و بعضی نیز ماشینی هستند. در اینجا ما 20,000 کارگاه قالی بافی در خراسان شمرده شده که در برخی از اونها
تعداد خیلی زیادی مشغول به کار هستند و ماشین هایی هم هست که قالیبافی میکنند. اینجا تصاویری رو میبینیم و میرسیم به فیروزه تراشی و یا به عبارت فیروزه کوبی میگن بهش. کار نیشابور هست. اول فیروزه روی ظرف مسی چسبونده میشه و بعد تراشیده میشه و محصول بسیار زیبایی رو میده. قلمزنی و یا میناکاری بیشتر کار همه جای خراسانه ولی در سبزوار مشهور هست و این میناکاری اصولا روی تزیینات روی طلا و نقره بود ولی امروزه روی مس و انواع اقسام فلزات انجام میشه. سنگ تراشی کار مخصوص مشهد هست. هر کاره ازش در میاد. هر کاره یعنی این ظرفی که میشه هر کاری باش کرد، هر غذای توش پخت. میبینیم که دیزی های کوچیک سنگی هنوز هم به کار میرن. کارهای زیبای دیگه ای هم هست. تقریبا قابل مقایسه با کارهای اصفهان هستند. کارهای دستی از قبیل چارقدوزی و کنده‌کاری، سفالگری و دیگر کارهای دستی اینجا حاصلش رو میبینیم. فروش 3.5 میلیارد تومانی صنایع دستی خراسان در نوروز 93 بود. بله، سفالهاش اینجا میبینیم. کار شیشه دست راست بالا. دوباره چارقدوزی و گیوه دوزی که در حقیقت در حال از بین رفتن هستش. پارچه دوزی، پته دوزی. این پته اصولا عمدتاً در ایران، در جنوب ایران در کرمان صورت میگیره ولی در جنوب خراسان و تا حتی شمالش هم این کار رو انجام میده. بافندگی های مختلف، ترک بافی به خصوص از کارهای خراسانه. این لباس های زیبا لباس های زنان کرمانجی هست که در شمال خراسان هستند. حصیر بافی هم در خراسان مرسومه و یکی از ویژگی های خراسان به خصوص در مشهد کاشیکاری هست. کاشی ساختمانی مقصود. عسل خراسان شمالی همونجور که گفتم جهانی داره، یعنی داره میره برای صادرات جهان. متاسفانه زوار در دور حرم بیشتر عطر و تسبیح و این چیزا میخرن و به عنوان سوغات میبرن و در حقیقت مردم دیگر جاهای ایران متوجه صنایع دستی خراسان دیگه نمیشن مگر اینکه خودشون تشریف ببرن. این دوتا میوه بسیار مفید، یکی زرشک و یکی عناب، درختاشون رو در وسط میبینیم به این شکل هستن. میوه تازهشون بالا و میوه خوش شدهشون رو پایین میبینیم و این هست محصول اصل خراسان. خربزه همونجور که گفتم خربزه های بسیار خوب داره. انار جنوب خراسان کم نظیر هست و کشمش کاشمر و زعفران کل خراسان به خصوص جنوب. و اما استان خراسان جنوبی همونطور که قبلا گفتم سومین استان بزرگ ایران هستش. 11 تا شهرستان داره
و مرز زیادی با افغانستان که اونجا باعث رفت آمد و معاملات زیاد با این کشور میشه. درست در همین جا بود زمانی ولایت قهستان و به عبارتی کوهستان که گفتم به علت کوههای زیادی که اونجا هست، خیلی کویری و کوهستانی هست، برای همون هم جمعیتش در تقریبا کمترین جمعیت‌های استان‌های ایران هست. شهرهاشو می‌بینیم به ترتیب بیرجند، قائن، طبس، فردوس، نهبندان و غیره، اینها به ترتیب جمعیت. و اما بیرجند 140 کیلومتر مرز خاکی با افغانستان داره خودش و شهر بسیار سبز و زیبایی است که و یک قلعه خیلی مشهوری داره که 2500 متر مربع فقط خود قلعه و 8500 متر محوطه‌شه. شهرت جهانی داره، خیلی توریست ها برای دیدن این قلعه میرن اونجا و بهش کلاً ارگ بیرجند میگن. اونجا مدرسه شوکتیه هستش که در همین 100 سال اخیر ساخته شد و بندره که یا بند دره، اونجا مکان تفریحی مردم هست. اینجا قلعه تاریخی بیرجند رو دوباره بهتر میبینیم. ارگش خیلی مشهوره، ارگ کلاهفرنگی. ارگ کلاهفرنگی به خاطر که اشتباه نشه با اون یکی ارگ، اسمش هست ارگ کلاهفرنگی بیرجند. و مدرسه اولیای فردوس، ارگ بهارستان و باغ عمارت اکبریه که مربوط به دوره صفویه است. مدرسه اولیای فردوس هم مال دوره صفویه است. اونجا اونجا قالیبافی زیاد هست مثل تمام خراسان و یک روستایی در نزدیکی بیرجند هست که همون 29 کیلومتری بیرجند به نام روستای مود که بهترین قالیه‌های جهان درش بافته میشه. مرکز عناب هست، اونجا خربزه‌های خاص خودشو داره، زعفرانش مشهوره و ساز و آواز و رقص محلی مخصوص خودشون که اینجا دست راست میبینی. و اما قائن و که همون قائنات هستش، در حقیقت بعد از بیرجند بزرگترین شهرستان استان خراسان جنوبیه. بیشترین محصول زعفران ایران از قائنات هست. متاسفانه این شهر چندین بار بر اثر زلزله‌های شدید خراب شده. همین 1344 بود که یک زلزله تقریبا همه شهر رو خراب کرد. و طبس که خب زیاد اسمشو شنیدین، میبینین که تقریبا خشک هست و اونجا گرمای شدید رو از درختای نخلش میتونین بفهمین. یک آبگرم مرتضی علیش مشهوره برای گردش که در زمان سلجوقیان اسماعیلیان اومدن بیشتر به طرف طبس و قلعه های اونجا بنا کردن که در اون زمان طبس اصلا پایتخت اسماعیلیان بود در قهستان. فردوس هم که مرکز انار ایران هست، میبینیم اینجا نشانه های انار در اول شهر که وارد میشیم دیده میشه. قبلا اسمش تون بود. بیشتر شهرهای ایران در همین 200 سال گذشته تا 200 سال گذشته نامهای متفاوتی داشتن. غالبا هم حکومتهای مختلف نام شهر رو عوض میکردن. نام بزرگان، عارفان، شخصیت‌های بزرگ و یا پادشاهان و محله‌های مختلف روش گذاشته میشد و امروزه تقریبا هیچ کدوم از این اسمایی که به کار میبریم در قدیم نبود. روستایی است که تقریبا همه میشناسین، روستای مخونیک شهرت جهانی داره. 7 روستا در دنیا مشهورن، یکیش همین روستای مخونیکه
آدم های کوتاه قد در اونجا زندگی میکنن و خونه ها خیلی کوتاه هستن. این مردی که نشسته اینجا قدش با در ورودی خونه تقریبا میشه مقایسه کرد. دامهاش تقریبا مثل همه جای ایران 2 تا چیز ویژه داره. یکی شتر، پرورش شتر در جنوب خراسان رواج داره و گوشت شتر هم استفاده میشه و یکی هم این پرورش گورخرهایی هست که شکل گورخر دارن ولی خط سیاه‌سفیدی رو بدنشون نیست. و اما استان خراسان شمالی 28,000 کیلومتر مربع دیدیم که تقریبا یکی از کوچکترین استانهای ایران هست و 800,000 تقریبا جمعیت داره، 8 شهرستان و اینجا شهرهاشو داریم میبینیم: بوجنورد، شیروان، اسفراین و جاجند، فاروج، گرمه، راز و جرگلان. مثلا اینا اسماییه که حتی شاید نشنیده باشیم. 280 کیلومتر با ترکمنستان مرز داره و مرکز شهر بوجنورد. بوجنورد فرودگاه بین‌المللی داره و نام قدیمیش بیژنگرد بوده، یعنی ساخته بیژن، مثل سوسنگرد، مثل هر جایی که گرد داره. جرد یا گرد یعنی ساخته اون شخص، اگه دنباله یک اسم بیاد. مردمش هم فارس هستن، هم ترک، هم ترکمن، هم تات، هم کرمانج. زبانهاشون هم به همین شکل. 200,000 تقریبا جمعیت داره توی 36 کیلومتر مربع. ارتفاعش متوسط از سطح دریا 1000 متر بالاست، بیش از 1000 متر، و میبینیم که شهر سرسبزی هم هست. در کنار کوهپایه های رشته کوه آلاداغ هست. در حقیقت بناهای تاریخی اونجا میشه یکی همین زمان ناصرالدین شاه ساخته شده، بنای آینه خانه هستش که به دستور یار محمد خان شادلو معروف به سردار مفخم ساخته شده. اونجا دیدنی هست. گردشگاه، 2 تا گردشگاه خیلی زیبا داره، بابا امان و بشقارداش. حتما اگه تشریف بردین برین. و اسفیدان بوجنورد هم روستای توریستی است. لباسهاشون لباس غالباً کردها و ترکها هستند که همون کردهای کرمانج و ترک و ترکمن. شیروان دومین شهر بزرگش هست، شهرستان بزرگ. در حقیقت 85,000 جمعیت داره. تمدن بسیار کهنه‌ای داره، درش آثاری تا 7,000 سال پیش هم پیدا شده. رونق این شهر بیشتر از دوره خوارزمشاهیان هست و در حمله گورکانیان خیلی ضربه شدیدی خورد. دوباره باز شروع شد و همونطور که قبلا گفتم شاه عباس حدود 40,000 خانوار کرد اشایر و از کردهای ترکیه برای مقابله با ازبک ها به اونجا آورد و اونا دیگه اینجا ماندگار شدن. در حکومت قاجار هم منطقه درگیری های زیاد بین دو کشور شد. اصلا تاشکند پایتخت تاجیکستان تقریبا هممرز هست با این شهر. اینجا هم لباس های زیبای زنان کرد کرمانج و ترکاشو میبینیم. اونجا هم کشتی مشهور اونجا هم هستش، مثل اوچان، شیروان، بوجنورد، کشتی کج بهش میگن. اسفراین باز هم شهر زیبایی است که ارگ تاریخی بلقیسش مشهوره
بعد از ارگ بم یکی از ارگ‌های بزرگ ایران هست که 51,000 متر مربع هست و این ارگ قدمتش تقریبا 4,000 سال است. روزگاری در همین مسیر کاروان‌های جاده ابریشم بوده. و اما بد نیست همینجا یک نگاهی هم به مناطق کویری ایران بندازیم. 2 تا کویر خیلی بزرگ در ایران هست که همه میشناسیم، کویر لوط و دشت کویر، ولی خب کویر شهداد و دیگر کویرهای دیگه هم هست که اینها همه مساحت‌هاشون خیلی زیاده. 360,000 کیلومتر مربع ایران رو در بر میگیرن که تقریبا اندازه مساحت خود آلمان هست. اینجا تصاویری از کویر رو با هم نگاه میکنیم، میبینیم که اصلا قابل زندگی نیست. روستاهایی در نزدیکی همین کویرها هست که واقعا مشکل آب آشامیدنی دارن. تانکرها هر چند روز بعد بیان به اینها آب بدن. و اما شهرستان مانع و سمرقند، اینها از در استان خراسان شمالی هستند. و اما شهرستان مانع و سمرقند که از شهرستان‌های استان خراسان شمالی هستند و خیلی سرسبز، فاروج و جاجرم. اینجا می‌بینیم که چقدر سرسبز و زیباست. من از توجه شما تشکر می‌کنم. هموطن گرامی، روزگار شما خوش.